ظلم ستیزی ریشه دیرینه در قلب مردم ایران دارد. محمد علی طاهری اندیشمندی است که تنها به جرم بیان عقایدش در زندان به سر میبرد. او تمام فعالیتش را با رعایت موازین قانونی انجام داده است، اما با این حال این دانشمند ایرانی بیش از 5 سال در بند 2 الف زندان اوین در سلول انفرادی حبس شده و در بدترین شرایط تحت ستم قرار گرفته است. بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام خدمت دوستان مجموعه عرفان کیهانی، بدین وسیله به اطلاع می‌رسانم با توجه به اینکه معاندین در صدد گرفتن اعترافاتی از این جانب مبنی بر شیطانی و انحرافی بودن آموزه‌های عرفان کیهانی هستند تا با تهیه و پخش آن در صدد فراهم کردن فاز جدیدی از حملات علیه مجموعه عرفان کیهانی باشند، از این رو اعلام می‌کنم پخش هر گونه اعترافی از این جانب علیه عرفان کیهانی فاقد اعتبار است، ولو اینکه در سایت شخصی و ظاهراً به میل و رضایت خودم صورت گرفته باشد، زیرا به طور قطع تحت فشارها و تهدیدهای گوناگون مجبور به همکاری در این زمینه شده‌ام و لازم است که هیچ گونه توجهی به اون صورت نگیرد. با آرزوی توفیق الهی. در طی این سالها این ظلم بر شاگردان او نیز روا داشته شده است. مربیان بیگناه مجموعه عرفان حلقه تنها به جرم اندیشه ظالمانه در بند کشیده شدند. اینک قلب زخم خورده از ظلم شما همصدا با هم آزادی محمد علی طاهری و دیگر اندیشمندان در بند را خواستارند. عرفان حلقه همواره مجموعه‌ای خودجوش بوده و عملکرد هر فرد در مجموعه متجلی از ذوق و عشق او بوده است. با احترام به اصول عرفان حلقه ضمن اعلام همدردی و وحدت از شاگردان مجموعه عرفان حلقه و مردم حق طلب ایران خواستاریم که تا رهایی کامل اندیشمند ایرانی محمد علی طاهری از بند ظلم صدای دادخواهی او را به گوش جهانیان برسانیم.